السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از کلانترین ثروتمندان بریتانیا که اصلش یهودی می باشد، از جهت بسیار بودن مال و ثروتش گاه به حکومت بریتانیا قرض می داد. خزینه ثروتش یک خانه پر از طلا به مقدار 500 تریلیون دلار. این مقدار ثروت نصف همه عالم می باشد. بانک های عالم را در کنترل دارد. این ثروتمند به نام روتشیلد نام میبرد. روزی به سوی خزانه مالش درآمد و ناگهان دروازه خزانه بند شد. صدا زد ولی او را هیچ کس نشنید، برای اینکه قصرش بسیار بزرگ بود. روتشیلد عادت داشت که اگر از قصر برآید بسیار به مدت طولانی غیب می‌زد. وقتی در خزانه بند شد، خانواده‌اش فکر کردند که او رفته است از قصر. روتشیلد فریاد زد تا اینکه گرسنه و تشنه شد. بسیار هم کوشش کرد دروازه خزانه را باز کند، اما هیچ فایده‌ای نداشت. انگشتش را زخمی کرد و در دیوار نوشت: ثروتمندترین آدم دنیا از گرسنگی و تشنگی می‌مرد. جسد او را بعد از چند هفته یافتند در خزانه. این پیغام است برای کسانی که مال را سبب خوشبختی می‌دانند. مرگ و رفتن از دنیا حقیقت دارد. خوش به حال آنی که به هیچ کس ظلم نمی کند و غیبت نمی کند و هیچ کس را خفه نمی کند و خود را از دیگران بالا نمی داند. ما هممان یک روزی می رویم.